در دهه شورابی جماعت دهاتی سامان شهر حصار علاقه سال ششم است که برگزاری مسابقه فوتبال خرد با اصول دهه به دهه به طور همه ساله دایر می‌گردد. سر از آغاز ماه دکبر سال 2024 بیش از 20 دسته از دهه‌های مختلف وادی حصار بین هم رقابت میدانی داشتند. مسابقه مذکور از تاریخ 2 دکبر در دهه شوراب جماعت دهات سامان شهر حصار رفته شده است. در مسابقه مذکور مسابقه فوتبال اصول دهه به دهه 24 دسته از جماعت دهات شهر حصار اشتراک کرده شدند. مسابقه مذکور از مسابقه پیشتر از آن فرقیت میکند که دسته های خوب بسیار شده، بازیگرای با مهارت زیادتر پیدا کرده با دستهایی که در شهر حصار شادمان شهر حصار و در لیگ اول بازی میکند پیشنهاد میکنیم. رقابت‌ها میان دسته‌های اشتراکچی طول یک ماه ادامه یافته. وابسته به نامساعد بودن وضع باد و هوا برخی از بازی‌های مرحله گروهی در تالارهای بالا پوشیده برگزار گردیدند. شتوره شاهد شدیم در کنار این میدان ورزشی باز یک انشاءات دیگری بالا پوشیده را بنیاد کرده ایستادند. در دایره رقابت‌های مرحله گروهی مسابقه مذکور باشد، تیم‌های شوراب سیتی و دسته 10 بیت به هم آمدند که چون هر وقته بازی میان این تیم‌ها جالب دیدنی و از فرصت‌های نخست هجومکارانه صورت گرفت. پس از تلاش‌های نچندان زیاد در خط حمله بالاخره دسته شوراب سیتی نخستین شده حساب بازی را کشاد. هرچند که دسته 10 بیت تلاش‌ها بهر برابرکنی حساب زیاد می‌نمود، ولی بازیگران شوراب سیتی به زودی حساب را 2-0 نمودند. رقابت در میدان از هر دوی طرف‌ها هجومکارانه ادامه می‌یافت و مخلصان نیز نوابسته از سرمای زمستانی دسته‌های خویش را طرفداری می‌کردند. بعد دستگیری‌های سرسخت مخلصان دسته 10 بیت امکان اجرایش ضربه جریمه‌ای 6 متر به دست آورد، ولی دروازه‌بان شوراب سیتی کمال پیروف نجات عالی انجام داد. ولی در نتیجه تلاش‌های هجومکارانه بازیگران دسته 10 بیت پیش از تنفس بازی یک گل جوابی هم در اجرای جوانان تیم زده شد. از آغاز این نیمه دوم بازی باشد فرصت‌های زیادی نگذشته بود که بچه‌های دسته شوراب سیتی دیگر باره حساب را دوبالا نمودند. گل نوبتی این دسته باشد در نتیجه یک عکس‌ال هجوم زیر دست آمد و حساب هم 4-1 گردید. هرچند که هجوم‌های دسته شوراب سیتی نوابسته از چنین برتری بزرگ حسابی نیز پایین نمی‌یافت، ولی دسته حریف باشد توانست از دومین گل خویش استقبال بگیرد. بعد این گل دسته 10 بیت به زودی گل سوم خویش را نیز به ثمر رسانید و بازی به کلی رنگی دیگر گرفت. بعد حساب 4-1 به نفع تیم شوراب سیتی البته کسی هم انتظار نداشت که بازیگران دسته 10 بیت 4 گل به ثمر میرسانند، اما بعد یک عکس‌ال هجوم سری وقتی بالاخره حساب رقابت هم 4-4 گردید. از خرسندی بازیگران جوان دسته 10 بیت دیر نگذشته بود که تیم شوراب سیتی به خود آمد و دیگر باره در حساب پیشرفت شد. حساب بازی هم 5-4 گردید. اشتباه نوبتی بازیگران تیم 10 بیت در مرکز میدان باعث آن شد که شوراب سیتی گل ششم خویش را وارد دروازه نمود و دیگر باره با برتری 2 گله در بازی پیشرفت شد. در فرصت‌های اخیر رقابت بچه‌های تیم 10 بیت امکان دیگری گلزنی از نقطه جریمه‌ای 6 متر به دست آوردند، ولی دروازه‌بان شوراب سیتی کمال پیروف باز هم صد راه گلزنی رقیبان گردید. در ادامه بازی دیگر امکانیت‌ها در خط حمله به طور مثبت استفاده نشدند و بازی میان دسته‌های شوراب سیتی و 10 بیت با حساب 6-4 خاتمه یافت. جوانان مکتبچگان دهه کمسمال جماعت میزو در همین مسابقه ما اشتراک کردیم
از 5 بازی یک غلبه کردیم 4 تا باختیم. متاسفانه بازی اخیران شما چطور که شاهد هستید با حساب 4 به 6 باختیم. آینده در نیت داریم که تمام در دسته رو مستحکم کنیم و اومده در این بازی‌های ده به ده اشتراک کنیم. در بازی دیگری روز باشد دسته‌های بلبل چشمه و دوچناره به هم آمدند. بازی مذکور هم به مثال رقابت اول روز سرگل و پرهیجان صورت گرفت. الکی در فرصت‌های نخستی رقابت همگان شاهد یک گل زیبای از جانب دسته دوچناره گردیدند. دو گل دیگر بی‌جواب دسته دوچناره با اجرای شعاری از مسافه دور زده شد و حساب هم 3-0 گردید. شادی و نشاط مخلصان البته که حد و کنار نداشت. ولی بازیگران تیم بلبل چشمه به زودی به خود آمده وقت ارسال توپ از جانب دروازه‌بان دو گل پای هم را با استفاده از دو رسیش به ثمر رسانیدند و حساب هم 2-3 شد. در ادامه بازی باشد نوابسته از مبارزه‌های بازیگران دسته بلبل چشمه 3 گل نوبتی تیم دوچناره اخیراً حساب را به 6-2 رسانید و بر رقابت نقطه پیروزی آور گذاشت. ما امروز غالبیت به دست آورده. ما کوشش میکنیم که در بازی‌های پلی آف یعنی آینده بازی خود را یعنی که جایزه به دست آوریم. امروز بازی خیلی خوب نشان دادیم. در آینده می‌خواهیم که از این خوبتر و بهتر نشان دهیم. در دایره رقابت سوم روز باشد تیم‌های لتخورک و قلعه حصار به هم آمدند که این رقابت نیز چون دو بازی پیشین سرگل صورت گرفت و با حساب 3-2 به نفع دسته لتخورک پایان یافت. همین طریق بعد انجام بازی‌های مرحله گروهی فرصت رقابت‌های مرحله پلی آف مسابقه هم فرا رسید. در دایره این مرحله دسته‌های زیرین به هم می‌آیند. این مورد باشد بازی‌های مسابقه وابسته به مساعد بودن باد و هوا الکی در میدانچه گشاد دایر می‌شدند. در دایره یکی از اولین رقابت‌های مرحله هشتگ نهایی تیم‌های استونی و اسکیچ بازی نمودند که مبارزه میدانی میان جانب‌ها همه طرفه برابر بود. بازی مذکور بعد گل استونی در دقیقه‌های اخیر با نتیجه 2-2 خاتمه یافته دسته‌ها برای معین کردن غالب به سلسله ضربه‌های 6 متره پرداختند. وقتی اجرایش ضربه‌های 6 متره باشد دو اشتباه بازیگران تیم اسکیچ باعث آن شد که تیم استونی به دور چهارک نهایی راحت بگیرد. امروز ما در دور یک کشفینالی با دسته اسکیچ جماعت دیوت خونخوی گوی شهر حصار رقابت کردیم. بازی به نهایت مشکل بود. بازی به نهایت در یک سطح بلند گذشت و در نصیب بود است. در وقتی بازی البته گویم که بازی مساوی شد. بازی با حساب 2-2 انجام یافت و در ضربه های 11 متره ما توانستیم که گلی برویم. و همین رو گفتنیم که در ضربه های 6 متره ما بر دسته اسکیچ غلبه کردیم. ما این بازی رو افزوده نیستیم. در بازی آینده دست رو پرقوت کرده مخصوصان خود را شاد می‌گردونه. ما به هر مشکلی بعد برای ما مقصد ما در جامعه خانخوی قوی به اینجا اومدیم. در اون دره الموسی که در 4 بازی ما در 4 بار در اونجا در چمپیونات جای اول رو اشتراک کرده بودیم. در این جماعت‌های سامان آمدیم و از مخلصی از کمال پرقوت خود شکست خوردیم. دومین بازی روز در دایره رقابت‌های مرحله هشتگ نهایی مسابقه فوتبال ده به ده دسته‌های توده و یکتوت را به هم آورد. سرآغاز رقابت مذکور باری دیگر از جانب مسئولان برگزاری مسابقه و داوران عاید نقطه‌های اساسی نظامنامه یادآوری گردیده رقابت هم شروع گردید. چطوری از فرصت‌های نخست بازی عیان بود مبارزه میان این تیم‌ها برابر به چشم رسید. هرچند زردپوشان از تیم توده الکی پس از فرصت‌های نچندان زیاد آغاز نیمه اول رقابت با گشودن حساب دست یافتند ولی دسته رقیب به این گل زردپوشان به زودی جواب گفت.
تیم یکاتوت حتی به زودی توانست در حساب به پیش براید، ولی با وجود رسیدگی دست به توپ از جانب داور گل بکار کرده شد. همین طریق نیمه اولی رقابت با نتیجه 1-1 خاتمه یافت. نیمه دوم بازی باشد با گل بروقتی دسته توده آغاز گردیده، در ادامه مخلصان فقط شاهد گل‌های زردپوشان شدند. 3 گل دیگری به جواب دسته توده بالاخره پیروزی این تیم را با نتیجه بزرگ 5-1 تامین نمود. ما در مسابقه با اصول دهه به دهه در دهه سامان اشتراک داریم. ما در دور یکشینه‌های با دسته یکاتوت مسابقه انجام دادیم. با حساب کلان 5-1 دسته یکاتوت شکست دادیم و به دور یکشینه‌های برآمدیم. بازی دیگری مرحله 8 نهایی مسابقه دسته‌های سرخک چشمه و دوچینوره را به هم آورد. از فرصت‌های نخستین بازی معلوم بود که رقابت میدانی برای هر دوی جانب‌ها مشکل می‌گردد. تلاش‌های بی‌ثمر هجومی که فرصت‌های نهایت طولانی ادامه می‌یافت نه به همه مخلصان پسند بود. ولی در فرصت‌های اخیر نیمه اول دسته سرخک چشمه به شرافت یک گل زیبا از مسافه دور حساب را کشاد و به پیش برآمد. در ادامه رقابت نوابسته از تلاش‌های بازیگران دسته دوچینوره در راه گلزنی، حمله‌ور دسته سرخک چشمه بعد قاید ویرانکنی رقیب امکان اجرایش ضربه جریمه‌ای به دست آورد. بعد اجرایش این ضربه جریمه‌ای حساب بازی هم 2-0 گردید. بعد گل دوم به جواب کبودپوشان دیگر حساب بازی تغییر نیافت و دسته سرخک چشمه راه خط مرحله چهارک نهایی را به دست آورد. بازی در مرحله 8 نهایی بازی خوب بود. نسبت به ما رقیب تیاری جدی داده بودن، ما هم تیاری جدی داده بودیم. اومد اوایو خندیدو 0-2 از دسته سرخ چشمه شکست خوردیم. در آینده حرکت میکنیم که تمرین‌ها رو باز زیاده کنیم و باز خوبتر و نقصتر برآمد کنیم. بازی نوبتی مرحله 8 نهایی در دایره مسابقه فوتبال دهه به دهه میان تیم‌های لنگر و دهبید صورت گرفت. سرآغاز این بازی مرحله 8 نهایی بازیگران تیم‌های اشتراکچی برای تمرین‌ها وارد میدانچه ورزشی شدند. مخلصان از خرد تا بزرگ هم در انتظار بازی مسابقه بودند. رقابت میان دستای لنگر و دهبید باشد در وقت اساسی با حساب 1-1 خاتمه یافته. از روی سلسله ضربه‌های 6 متره دسته لنگر با حساب 2-1 ظفر یافت و راه خط مرحله چهارک نهایی را برایش تامین کرد. بعد انجام یافتن بازی‌های اساسی دور پلی آف، جفت‌های مرحله نیمه نهایی معلوم گردیدند. در مرحله نیمه نهایی تیم شوراب سیتی بر دهبید با حساب 1-0 ظفر یافته. شورابی اسکندر باشد بعد مساوی 3-3 در وقت اساسی وقت اجرایش ضربه‌های 6 متره تیم ملت خوراک را شکست داد. اخیراً بعد انجام رقابت‌های شدید میان 24 دسته‌های دهه‌های شهر حصار در میدان ورزشی دهه شوراب فرصت رقابت‌های جایزه‌ای هم فرا رسید. برای اشغال مقام سوم مسابقه دسته‌های دهبید و لته خوراک به میدان آمدند. در این رقابت هرچند هر دوی دسته‌ها در خط حمله فعال بودند و نیروی برابر نشان می‌دادند، ولی به هیچ دسته امکان دست نداد تا در وقت اساسی به زدن گل دست یابد. دسته‌ها با حساب 0-0 وقت اساسی بازی را خاتمه دادند و برای دسترسی به مقام افتخاری جانب‌ها را ضرور آمد که به اجرایش ضربه‌های 6 متره پردازند. وقت اجرایش ضربه‌های 6 متره چطوری از فرصت‌های پرهیجان ضربه‌زنی‌ها معلوم گردید، دسته دهبید اخیراً توانست با حساب 5-3 ظفر یابد و سزاوار مقام سوم مسابقه بگردد. برای نیم نهایی برآمدن 6 کمند را مغلوب کردیم و در نیم نهایی از دسته شوراب سیتی مغلوب شدیم. ما در آینده می‌خواهیم که حرکت میکنیم که با نیم نهایی برآمده و فینال برآمده چمپیون شویم. برای جای سوم بازی خیلی خوب رفت. ما با دسته لته خوراک بازی کردیم و ما پیروز شدیم. در پنالتی ما پیروزی رو به دست آوردیم. ما بازی با دسته دهبید بازی کردیم، اما بازی رو بازی دشوار گذشت. اما ما در این بازی مقصد در وقت اساسی ما بازی رو
نتونستیم در وقت زدن پنالتی ما مغلوب شدیم. پیش از آغاز رقابت فینالی به مکان برگزاری مسابقه، مهمانان فخری از حکومت شهرحصار در سیمای معاون رئیس شهرحصار کریمزاده سراج‌الدین تشریف آوردند. اشتراکچیان رقابت فینالی یا خود بازیگران دسته‌های شوراب سیتی و شوراب اسکندر باشند، الکی به تمرین‌های پیش از بازی فرا گرفته شدند. بعد انجام تمرین‌های رسمی، دسته‌های اشتراکچی بازی فینالی را یکی از مسئولان برگزاری مسابقه، دلاورشاه آرزویف، به میدان آورد. باید یادآور شد که باری نخست در 6 سال برگزاری مسابقه فوتبال خرد با اصول دهه به دهه همگان شاهد دربی شوراب گردیدند. این نوبت هر دو دسته اشتراکچی بازی فینالی از خود دهه شوراب بوده شماره برابر مخلصان را داشتند. نهایت بعد گرفتن دستورهای ضروری و اجرایش سرود ملی، صدای هشتکی سرداور مسابقه بلند گردید و رقابت فینالی میان دسته‌های شوراب سیتی و شوراب اسکندر آغاز شد. در بازی مذکور هرچند تلاش‌های هر دوی جانب برابر به چشم رسید، ولی دسته شوراب سیتی اولین شده به زدن گل دست یافت. بعد کشاده شدن حساب، دسته شوراب اسکندر نه تنها به زودی حساب را برابر کرده توانست، بلکه همچنین در حساب به پیش برآمد و دیگر حساب تغییر نیافت و دسته ها به تنفس برآمدند. خوشبختانه امروز دو دسته دهه شوراب اسکندر جماعت سامان به فینال برآمدند و ما منتظر غالبیت یکی از آنها هستیم و البته در آینده نیز ما این اقدام را دوام میدیم برای رشد فوتبال کشور و رشد فوتبال دهه به دهه. این فوتبال خود یک قاصد صلح است و ورزش برای سلامتی که میباشد. اقدام رو ما دستگیری مینماییم و در آینده نیز برای تیار نمودن بازیگران و فوتبال بازان خوب کوشش خود را به خرج می‌دهیم. تشکیل و گذراندن همین گونه بازی‌ها البته در سمت جلب جوانان و نورسان با بازی فوتبال، با ورزش، با طرز حیات سالم خیلی مهم ارزیابی می‌گردد و ما می‌توانیم که در جهان معاصر که پدیده‌های نامطلوب خیلی زیادند، جوانان و نورسان رو با وسیله ورزش، با وسیله همین گونه بازی‌های دوست داشته اشان با طرز حیات سالم، پیشبرد زندگی حیات شایسته و ارزنده جلب نماییم. با ادامه سخنسری بازی فینالی مسابقه میتوان گفت که دسته شوراب اسکندر در نیمه دوم رقابت با استفاده از بازیگزاری عالی توانست برتری حسابی خویش را دوچند نماید. بعد 3-1 گردن حساب، هرچند تلاش‌های بازیگران دسته شوراب سیتی در راه گلزنی زیاد گردید، ولی دسته شوراب اسکندر پیشتازی حسابی خویش را حفظ کرده توانست و اخیراً در این بازی فینالی با حسابی 3-1 پیروزی به دست آورد. این دو دسته خیلی مهارت بلند نشان دادن. دسته شوراب سیتی این یک دسته بود که یگان کس نمیگفت که اون در قسم فینالی اشتراک میکنن. دسته پرخواد رو مغلوب کرده با قسم فینالی برآمد. خیلی متاسفانه در قسم فینالی از دسته شوراب سیتی 3-1 مغلوب شد. بعد انجام رقابت در محیطی تنتنوی به 3 دسته بهترین مسابقه از جانب رهبریت شهرحصار در سیمای معاون رئیس شهرحصار مدال‌ها و جایزه‌های پولی تقدیم گردید. بازیگران تیم دهبت با مدال‌ها برای اشغال مقام سوم، دسته شوراب سیتی با مدال‌ها برای اشغال مقام دوم و دسته شوراب اسکندر با مدال‌ها و جام قهرمانی مکافاتانیده شدند. ما همچون یک بازیگر دسته شوراب اسکندر امروز ما غالب اومدیم. پیروزی نصیب ما گردید. بازی فینالی خیلی خوب گذشت. دو دسته بهترین بود. دستهش با دسته شوراب سیتی گذشت. دیگر دسته ما بود شوراب اسکندر. هر دو از یک دهه بودن. هر دو یک دهه بودن. بازی خیلی جالب و شوق‌آور بود. یعنی به همه مخلصان هم معقول شد بازی ما، خصوصا به خود ما بسیارتر که مهنت کرده بودیم در این بازی. امروز ما پیروز گردیم. بر زمین تقدیم گردن مدال و جام به غالبان مسابقه فوتبال خرد با اصول دهه به دهه در شهرحصار همچنین جایزه‌های مالی نیز تقدیم کرده شد.
همین طریق مسابقه فوتبال خرد با اصول دهه به دهه در دهه شورای جماعت دهاتی سامان شهر ایسار در محیط خرسندی بخش پایان یافت.